رهبری ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای شخصیت فراملی بود. او فقط متعلق به جمهوری اسلامی ایران نبود، متعلق به جهان شیعه نبود، متعلق به همه امت اسلامی و همه جهان بشریت. او مانند کوه استوار ایستاد، سرخم نکرد و تسلیم نشد. صبر او، استقامت او، شجاعت او، شهامت او، بلند پروازی او را قهرمان مبارزه و جهاد و دفاع و مقاومت در جهان معرفی کرد. لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم من الآن الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللهم صل على كهف الحصين وغياث المصطر المستكين، حجتك وكلمتك، الناموس الأكبر الإمام المهدي المنتظر. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره والفائزين بلقائه. بر جمال نورانی حضرت مهدی بلند صلوات. آثار ارواح طیبه شهدای گلگون کفن کربلا، قافله سالار شهدا حسین ابن علی علیهم السلام، شهدای عزیز کشور ما، شهدای حوادث اخیر کشور اسلامی ایران، شهید سرافراز، شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای و یاران پاکبازش صلوات عنایت بفرمایید. آثار ارواح اموات و گذشتگان جمع و محفل و مجلس، صلوات سوم هم مرحمت بفرمایید. عرض ارادت دارم به ساحت مقدس و مطهر ولی عصر و زمان آقامون حجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا له الفدا. عرض ادب دارم حضور سروران گرامی، مؤمنین، معززین، محاسن سفیدان، متنفذین، بزرگان، جوانان و نوجوانان، فرهنگیان، پدران و مادران، برادران و خواهران کریمه. تسلیت عرض میکنم مصیبت عظمای شهادت رهبر مقتدر کشور جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای و یاران وفادارش که متاسفانه توسط رژیم کودککش اسرائیل، دشمنان معاند، مظلومانه به شهادت رسید. این مصیبت را محضر آقا ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا له الفدا، قاطبه امت اسلامی، جهان تشیع
و شما مؤمنین تسلیت و تعزیت عرض میکنم. متاسفانه جهان اسلام شخصیت بزرگی را از دست داد و خلأ بزرگی و جهان تشیع وارد شد. امروز جهان اسلام عزادار است. او فقط متعلق به کشور اسلامی ایران نبود، حتی متعلق به جهان شیعه نبود، بلکه او متعلق به همه جهان اسلام و همه آزادی خواهان جهان بود. رهبر سربلند و سرافراز، مدیر و خبیر و بصیر که در مقابل طاغوت، در مقابل کفر و الحاد، کفر جهانخوار سر خم نکرد و تسلیم زورگویان و قلدران زمانه نشد که انا لله و انا الیه راجعون. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم. معنی انا الیه راجعون دیده باشی تا کجاها می رویم. او هم بالا رفت و هم دریا رفت. گاهی یک انسان می رود، کسی از رفتنش خبر نمی شود. یک کسی گوشه خانه جان می دهد، کنار مزبله جان می دهد، کسی از رفتنش خبر نمی شود. اما گاهی هم بعضیا می رود، با رفتنش جهان را به لرزه می آورد، جهان به جنبش می افتد، تکان می خورد. از لحظه ای که امصبح خبر شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران منتشر شد و به دست نشر سپرده شد، جهان به لرزه افتاد، مخصوصا جهان اسلام تکان خورد. از شهادت او فقط کشور ایران متأثر نشد، فقط جهان تشیع متأثر نشد، بلکه همه دنیا، همه بشریت، منطقه و همه آزادی خواهان جهان تکان خورد. انسان دو جور حیات داره. یک وقت حیات فردیه، انسان برای خودش زندگی میکنه، خودش هست و خودش، عزتش برای خودش، ذلتش برای خودش، نیکنامی برای خودش، بدنامی برای خودش. انسان هست و فقط خودش. این حیات فردیه. گاهی حیات اجتماعیه. دیگه انسان متعلق به خودش نیست، برای خودش زندگی نمی کنه، متعلق به یک جامعه، متعلق به یک کشور، متعلق به یک دنیای، متعلق به جهان بشریت. این حیات اجتماعی است. فیدل کاسترو در اروپا در آفریقا به دنیا آمد، بزرگ شد، ولی متعلق به آفریقا نیست. همه آزادی خواهان جهان او را دوست دارند. گاندی در کشور هند به دنیا آمد، ولی متعلق به کشور هند نیست. همه آزادی خواهان جهان از او به نیکی یاد میکنم، متعلق به همه جهانم. سید جمال الدین افغانستانی در افغانستان به دنیا آمد، ولی متعلق به همه آسیاست، متعلق به یک جهان است. رهبری ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای شخصیت فراملی بود. او فقط متعلق به جمهوری اسلامی ایران نبود، متعلق به جهان شیعه نبود، متعلق به همه امت اسلامی و همه جهان بشریت. او مانند کوه استوار
ایستاد، سرخم نکرد و تسلیم نشد. صبر او، استقامت او، شجاعت او، شهامت او، بلند پروازی او را قهرمان مبارزه و جهاد و دفاع و مقاومت در جهان معرفی کرد. عمرش را وقف اسلام و قرآن کرد. اگر امروز از خامنه‌ای سخن گفته می شود، سخن از اسلام است، سخن از دین است، سخن از قرآن است، سخن از شیعه است، سخن از امام زمان است. گاندی در هندوستان به دنیا آمد، ولی همه بشریت او را دوست دارد. او مردانه زندگی کرد، رهبری ایران، مردانه جنگید و علیوار و حسینوار به مقام شهادت نائل آمد و یک بار دیگر صدای فزت و رب الکعبه در ماه مبارک رمضان، صبح 10 ماه رمضان، از فضای تهران طنین انداز شد و جهان اسلام با شنیدن خبر شهادت او در سوگ نشستند، در عزا و ماتم نشستند. در ارادت و تأسی او و جدش امیر المؤمنین علی علیه السلام، همین بس که مثل جدش علی به دست شقی ترین افراد عصر زمان خودش به شهادت رسید. اگر علی را ابن ملجم شقی ترین افراد اون عصر به شهادت رسان، اون هم در ماه رمضان در دامن محراب داخل مسجد، این سلالة الاتیاب، فرزند امیر المؤمنین، فرزند حسین، به دست شقی ترین افراد عصر، بازمانده یهود و نصارا، ترامپ قلدر و نتانیاهوی آدمکش به شهادت رسید. در تأسی او و جدش امام حسین همین بس، همانطوری که یزیدیان زمان حسین را مظلومانه شهید کردن، امروز هم جریان فتنه و نفاق و کفر و الحاد دست به دست هم دادن و فرزند حسین علی خامنه‌ای را مظلومانه به شهادت رساندن. من المؤمنین رجال، قرآن با صراحت میگوید و این شهید مظلوم ماه رمضان مصداق قطعی این آیه است. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. در میان مؤمنان مردان هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند، بعضی پیمان خود را به آخر رساندند، یعنی شهید شدند، و بعضی هم منتظرند و هرگز تغییر و تبدیل در اراده اونها رخ نخواهد داد. امروز امت اسلامی در سوگ مرد نشسته که با ایمان راسخ دلیرانه در میدان حق ایستاد و تا آخرین نفس بر عهد خویش با خدا صادق ماند و شهادتش داغ سنگین بر دل مسلمان ها گذاشت. او رفت، خامنه‌ای رفت، اما راهش زنده است و ادامه خواهد پیدا کرد و خونش پرچم و فریاد مظلومان را برافراشته خواهد ساخت. امروز جهان اسلام یکی از استوارترین صداهای مقاومت و عزت را از دست داد. رهبری که عمر خویش را در راه دفاع از استقلال امت اسلامی، نه فقط کشور ایران، مقابله با استکبار جهانی و حمایت از مظلومان سپری کرد. چه زندگی مقتدرانه‌ای، چه مرگ با عزتی. امروز جهان اسلام حامی بزرگ را از دست داد. علی زمان از میان ما رفت،
حسین زمان از میان ما رفت که همینجا جا دارد و خدا شکایت ببریم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا. خدایا ما به تو شکایت میبریم از این که پیغمبر را نمیبینیم، امام زمان را نمیبینیم، دشمنان ما روز به روز زیاد میشود، عدد ما روز به روز کم میشود. امروز ایران تنها مانده، شیعه تنها مانده، از 4 طرف محاصره کرده. کشورهای اسلامی نامرد هم دست حمایت و همکاری به استکبار و استبداد داده، حملات ایران را محکوم میکنه. یا حجت ابن الحسن العجل العجل، یا سمسام المنتقم، آقا جان یا صاحب الزمان، شهادت فرزندت و نائب بر حقت علی خامنه‌ای را محضر شما تسلیت عرض میکنیم. امروز اسلام عزیز در ماه رمضان شاهد غروب خورشید عالمتاب قرار گرفت. مثل خامنه‌ای بعید است که دیگر رهبری بیاید با عزم راسخ، دلسوز به امت اسلامی و سنگردار جهاد و مقاومت. شهادت مبارکش باشد که شهادت مبارک است، شهادت فیض عظیم است، شهادت فوز عظیم است. ما در حدیث میخوانیم از هر چیز خوبی خوبتری پیدا میشم، بالاتر از هر چیز دیگری پیدا میشم. اما تنها و تنها چیزی که بالاتر از او نداریم شهادتم، جان دادن در راه دین و قرآن و اسلام و مذهب و نوامیس اسلامی هم. شهادت فوز عظیمه، فیض عظیمه. یک وقت پیامبر عظیم الشأن اسلام وارد مسجد شد، دید یک جوانی نماز میخواند، قنوت نمازش را گرفت، دعای قشنگی فرمود. پیغمبر خیلی خوشش آمد، گفت اللهم انی اسألک خیر ما تسأل خیر عبادک. خدایا بهترین چیزی که بهترین بندگان از تو میخواهد اون رو برای من بده. گاهی آدم دعا میکنه خدایا توفیق زیارت بده، پیسه بده، خانه بده، پول بده، نعمت بده، سلامتی. اما این جوان خیلی قشنگ دعا کرد، اللهم انی اسألک خیر ما تسأل خیر عبادک. خدایا بهترین چیزایی که بهترین بندگانت از تو میخواهد همان رو برای من بده. پیغمبر بعد نماز این جوان را صدا زد، گفت چی دعای قشنگی کردی؟ میدانی معنای این دعا چیه؟ از خدا چی خواستی؟ گفت یا رسول الله نمیدانم، خودم هم حواسم نبود، همینجور در دلم افتاد دعا کردم. خدایا بهترین چیزایی که بهترین بندگانت از تو میخواهد اون رو برای من بده. پیغمبر اکرم فرمود میدانی اگر دعایت مستجاب شود شهید میشوی؟ شهادت در راه خدا را از خدا خواستی، چون بهترین چیزی که بهترین بندگان میخواهد شهادت در راه خداست. ای که در روایت داریم شهید وقتی روی زمین میافتد خدا 7 تا جایزه به او میدهد، 7 تا جایزه سنگین. شهید وقتی روی زمین قرار میگیره، شما شاید امروز در فضای مجازی پیکر بیجان شهید رمضان سید علی خامنه‌ای را دیدید که زیر آوار چگونه جان داده است، بدنش قطعه شده است. شهید وقتی روی زمین قرار میگیره
خونش روی زمین جاری می شود، خدا 7 جایزه به شهید می دهد. اول گناهان او آمرزیده میشه، هر چی گناه داشته خدا می بخشه، این جایزه اول شهیده. دوم سرش در دامن ملائکه قرار می گیرد، ملائکه به استقبال شهید می آید، سر شهید را روی دامن خودش قرار می ده. سوم لباس بهشتی بر تنش می کنه، شهید وقتی روی زمین قرار می گیره لباس بهشتی بر تنش پوشانده میشه. چهارم خزانه و مالکان بهشت عطر بهشتی را بر بدنش میزنه، شهید معطر میشه، عطر بهشتی توسط مالکان بهشت به او زده میشه. پنجم جای خودش را در بهشت میبینه، جایگاه خودش را مشاهده میکنه. ششم محدودیت نداره، هر کجا که بخواهد میروه. خیلی ها در بهشت محدودیت داره، بعضی ها درجه شون پایینه، بعضی ها درجه شون بالاست. اونایی که درجه پایین دارن نمیتوانن به درجات بالا بروند. بهشت 8 طبقه، هر کسی در هر طبقه که باشد اجازه نداره بالاتر از طبقه خودش برود، هر کسی جایگاه خودش را داره. بهشت شهید محدودیت نداره، هر کجای بهشت هر طبقه‌ای که بخواهد قدم میگذارد و ساکن میشود. و جایزه 7مش هم این است که فرمود خدا را نگاه میکند، نظر به چهره خدا میاندازد. عین وجه الله، خدا که چهره ندارد، صورت ندارد، ابهت خدا را میبیند، عظمت خدا را میبیند، خود را در محضر خدا میبیند. این 7 جایزه را خدای متعال به شهید میدهد. گناهانش بخشیده میشه، سرش در دامن ملائکه قرار میگیره، لباس بهشتی به او پوشانده میشه، عطر بهشتی به او زده میشه، بهشت را جایگاه خود را میبینه و نظر به چهره خدا میاندازه، نظر به وجه خدا میکنه، محدودیت هم نداره. یک جوان آمد از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کرد شهید وقتی داخل قبر قرار میگیرد چی میبیند؟ وقتی شهید را به خاک میسپارد چی میبیند؟ امیرالمؤمنین فرمود یک زمان من محضر پیغمبر بودم، اتفاقا یک کسی آمد همین سوال رو از پیغمبر پرسید. پیغمبر جواب داد شهید وقت داخل لحد گذاشته می شود، اول قبر با او میگه خوش آمدی، خوش آمد میگه، خود خاک، خود قبر، خود لحد. بعد میگه الان چیزی را میبینی که تا به حال هیچ چشمی ندیدن، هیچ گوشی نشنیدن و به هیچ قلب خطور نکردم. چیزی را میبینی که تا به حال چشم او را ندیدن، به هیچ قلب خطور نکرده و به هیچ گوشی اون چیز نخورده است. امام سجاد علیه السلام فرمود خداوند 2 قطره را خیلی دوست داره، یکی قطره خون شهید و دیگری قطره‌ای که از خوف خدا انسان مؤمن بریزد، در دل شب با خدا مناجات کند، قطره اشک بریزد، سحر ماه رمضان باشد. خدا این قطره را خیلی دوست داره. و یکی هم قطره خون شهید. آیون عزیز، شهادت فوز است، فیض عظیم است. جابر ابن عبدالله انصاری در جنگ احد با پیغمبر آمده بود، سنش 14 ساله بود. از پیغمبر خواست اجازه دهد برود مبارزه کند، پیغمبر اجازه نداد. پدرش هم در جنگ احد بود، گفت تو هنوز سنت به تکلیف نرسیدم، جهاد بر تو واجب نیست. پدرت آمده، پدرت مشغول جهاده، اجازه جنگ و جهاد به جابر داده نشد. پدرش در جنگ احد شهید شد، جابرم تک پسرم، پدرش فقط 1 پسر داره، دیگه برادر نداره، 7 خواهر داره، 1 پسر
با 7 خواهر فرزندان پدر جابر آمد محضر پیغمبر، گفت یا رسول الله پدرم شهید شد، من با این 7 خواهر چه کنم؟ پیامبر دلداری داد، گفت غصه نخور، اینا بزرگ میشن، خدا از اینها کفالت میکنه، به تو بشارت میدهم پدرت شهید شد. میدانی الان جایگاه پدرت کجاست؟ در حظیرة القدس الهی، در رضوان الهی پدرت مستقر شده، جا گرفته است، مقام او، منزلت او بسیر رفیع است. برادران و خواهران، بسیار بسیار مهم از شهادت و رفتنی از این عالم با مرگ شهادت. ما 2 جور مرگ داریم. یکی مرگ با عزت که انسان وقتی از دنیا میره برای خودش افتخاره، برای خانواده، نسلش، قومش، کشورش، ملتش افتخاره، سرخرویی میاره این مرگ. یک مرگ با ذلته، مرگ با بدنامیه، مثل همینایی که به اسلام خیانت میکنه، به دین خیانت میکنه، اعدامش میکنن. در همین انقلاب ایران خیلی ها را اعدام کردن، کسانی که به یک کشور خیانت کردن، به اسلام خیانت کردن. این مرگ با ذلته، برای خودش ذلته، برای نسلش ذلته، برای قومش ذلته. یک دزد را بگیرن ببرن اعدامش کنن، این مرگ با ذلته. اما یک وقت مرگ با عزته، باعث سربلندیه، باعث افتخاره. مخصوصا اگر ما بخواهیم به این مرگ با عزت برسیم، همیشه از خدا طلب شهادت کنیم، در قنوت نماز خود از خدا شهادت بخواهیم که بالاتر از شهادت، مرگ با عزتی بالاتر از شهادت نداریم. مثل کسی که به خاطر دفاع از مالش، ناموسش، جانش، دینش، مذهبش قربانی شده در راه خدا، جانش را فدا میکنه، این مرگ با عزت است، مرگ با سعادت است. علامه بلخی شاعر بین المللی کشور ما از دل زندان سروده است: ما تن به فنا دادیم تا زنده شما باشید، در خاک مزار ما دائم به دعا باشید. این زبان حال همه شهداست، زبان حال سید علی خامنه‌ای هم هست: ما تن به فنا دادیم تا زنده شما باشید، در خاک مزار ما دائم به دعا باشید. یا اونجایی که بلخی میگوید: جوانان در قلم رنگ شفا نیست، دوای درد استبداد خون است. در بعض جاها خون لازمه، جان لازمه، ایثار لازمه. همیشه که مشکل اسلام با سخنرانی حل نمیشه، با خطابه حل نمیشه، با قلم حل نمیشه، با کتاب حل نمیشه، با نوشتن حل نمیشه. اگر امام حسین علیه السلام میدانست که مشکل اسلام با قلم حل میشه، با سخنرانی و خطابه و موعظه حل میشه، با کتاب حل میشه، نمی آمد کربلا جانش را فدا کنه، اهل و عیالش را فدا کنه، هستیش را فدا کنه. بعضی وقتا برای نجات اسلام، نجات قرآن، نجات دین، نجات مذهب، نجات کیان اسلامی، نوامس دینی، دادن جان لازم است، دادن خون لازم است. از جان باید گذشت، از هستی باید گذشت. جوانان در قلم رنگ شفا نیست، دوای درد استبداد خون است. اینجاست که قرآن می‌فرماید: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. هرگز گمان نکنید، یقین که سر جای خودش، حتی گمان نکنید، خیال نکنید کسانی که در راه خدا کشته میشوند، کشته شده‌اند، اینها مرده‌اند. نه، اینها زنده‌اند، اینها حیات دارند. چگونه حیات دارند؟
در قیامت که همه حیات داره، همه زنده میشن. قیامت همه ما و شما زنده میشیم، حشر داریم. در قیامت انبیا زنده میشه، اولیا زنده میشه، تمام افراد بشر، میلیاردها و توان میلیاردها بشری که در این عالم آمده زندگی کرده، از دنیا رفته، قیامت زنده میشه. در قیامت شمرم زنده میشه، خولیم زنده میشه، یزیدم زنده میشه، عمر سعدم زنده میشه. اینی که قرآن میگه شهدا زنده ان، منظور از این حیات کدام حیات است؟ کدام حیات شهدا داره که قرآن میگه اینها نمیمیرن، اینها زنده هستن؟ ما دو جور حیات داریم. در همین دنیا هم آدما دو جور حیات داره. بعضی زندگی عالیه، حیات عالیه. بعضی از حیات ها هم حیات دانیه، حیات مرتبه پایین. همه ما امروز زنده نفس میکشیم. یک کسی حیات عالیه داره، زندگی مقتدرانه داره، عمرش را وقف اسلام و قرآن میکنه، عمرش با برکته، مالش با برکته، زندگیش با برکته، هرچند عمرش طولانی نباشه. مرحوم شهید صدر 50 ساله شهید شد. 50 سال عمر زیادی نیست، ولی این عمر با برکت بود. صدام ملعون آب جوش بر سرش ریخت و شهیدش کرد. مکتب اسلام مکتب شهادته، مکتب شیعه مکتب شهادته. ما 4 تا مرکز مهم دینی داریم که یکی به همدیگه پیوند خورده است، از همدیگه جدا نمیشن. یکی مرکز توحیده، یکی مرکز نبوته، یکی مرکز امامته، یکی مرکز شهادت. مرکز توحید خانه کعبه، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، مسجد الحرام. مرکز نبوت مسجد النبی در مدینه. توحید از نبوت جدا نمیشه، نبوت از توحید جدا نمیشه. اگر نبوت نبود توحید به جایی نمیرسید. پیغمبری بیاید که منادی توحید باشد، توحید را به مردم عرضه کند. سومین مرکز امامت مسجد کوفه، اونجایی که وصی پیغمبر امام اول ما خطبه خوانده، نماز جمعه خوانده. امامت هم از نبوت جدا نمیشه، نبوت از امامت جدا نمیشه. اگر بعد از پیغمبر امام نباشد، تلاش های پیغمبر زمین میماند. بالاخره عمر پیغمبر محدود است، از دنیا میرود. کسانی باید باشد بعد از پیغمبر که پرچم هدایت را به دوش بکشد، مردم را به سوی خدا دعوت کند و اونها وصیهای پیغمبر است، امامان معصوم. 4مین مرکز شهادت، کربلای معلا. اگر توحید باشه، نبوت باشه، امامت باشه، شهادت نباشه، باز به جایی نمیرسه. این شهادت بود که توحید حفظ کرد، اسلام حفظ کرد، امامت حفظ کرد، نبوت حفظ کرد. اگر شهادت نبود، اگر حسین نبود، ما امروز خبر از اسلام و دین و قرآن نداشتیم. جلسه اولی که بنده اینجا آمدم در این مورد صحبت کردم با عزیزان که همه ما، اسلام ما، دین ما، قرآن ما مدیون شهادت. در اسلام مکتب شهادت. شهید صدر عمرش با برکت بوده. این حیات عالیه. زهرای مرضیه 18 سال عمر کرده. 18 سال عمر کمیه، ولی چقدر با برکت بوده، چقدر برکت داشته. این حیات عالیه. بعضی زندگی هم زندگی دانیه است، پایینه. در قیامت هم همین است. در قیامت خیلی ها زنده میشن، همه زنده میشن، ولی بعضی ها حیاتشون عالیه هست، در نزد خدا زندگی میکنن، در حضیرت القدس الهی جا میگیرن. اینها مصداق رضوان الله اکبر قرار میگیرن. حیات شهید از این قبیله، در حضیرت القدس الهی زندگی میکنن، در حضیرت القدس الهی به سر میبرن.
این آیه مبارکه 4 تا ویژگی را برای شهید بیان میکنه. چند دقیقه دل و دقت و حواس و وجود شما به منبر باشه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. 4 ویژگی شهید را بیان میکنه. ویژگی اولش اینا زنده ان، بل احیاء، حیات عالیه دارن، در محضر خدا هستن، در حضیرت القدس الهی به سر میبرن. این ویژگی اول. ویژگی دوم عند ربهم یرزقون، اینا از نزد پروردگارشان ارتزاق میکنن. جای شهید فقط بهشت نیست. بهشت که چیز مهمی نیست. بهشت که همه ما میریم، الحمدلله ما هم اهل بهشتیم. بهشت یک باغ و بوستانه، چند تا نعمت درش هست. این که میگه شهید نزد خدا رزق میخورد، بالاتر از بهشت است. درجه بالاتر از بهشت به اینها داده میشه. اینا در محضر خدا قرار میگیره. در قبال این آیه مبارکه این دومین ویژگی شهید و شهادت. 4 ویژگی خدا برای شهید بیان میکنه. اینا زنده ان. ویژگی دوم عند ربهم یرزقون. اما ویژگی سوم فرمود فریحین بما آتاهم الله من فضله. بهشت فقط مال شهید نیست. فریحین بما آتاهم الله من فضله، اینها در قیامت خوشحالن، شادابن، لب خندان دارن. روز قیامت که روز فزع اکبره، یوم التغابن، یوم الحسرت، اونجا همه حسرت میخورن، همه پشیمان میشون. در روز قیامت کسی نیست که حزن نداشته باشه. تنها و تنها و تنها گروهی که در روز قیامت شادن، خوشحالن، لبخند میزنن، تبسم دارن، تراوت دارن، شهدا هستن. فریحین بما آتاهم الله من فضله، اینها خوشحالن، شادابن، به خاطر که اینها جانشون رو در راه خدا دادن. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. قرآن میگه هستن بعضیا که جانشون رو با خدا معامله میکنن. هرچند این آیه در شأن علی نازل شده است، ولی مورد لا یخصص، مفهومش عام گسترده. هر کس در مسیر علی قدم بگذارد، پا جای پای علی بگذارد، خداوند با او همین معامله را میکنه. علی با خدا معامله کرد، جانش را با خدا معامله کرد. بایع کیه؟ علی. مشتری کیه؟ خدا. مسمن کیه؟ چیه؟ جان علی. قیمت این، ثمن این معامله چیه؟ ثمن این معامله چیه؟ حضیرت القدس الهی، رضوان خدا. فقط بهشت نیست، فقط بهشت برای شهید داده نمیشه. امروز هم اگر سید علی خامنه‌ای به فیض شهادت نائل آمده، جانش را با خدا معامله کرده. بایع خامنه‌ای، مشتری خدا، مسمن حضیرت القدس، مسمن جان خامنه‌ای، و ثمن حضیرت القدس الهی، رضوان الهی. من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. هرچند در شأن علی نازل شد در لیلة المبیت که امیر المؤمنین جای پیغمبر خوابید، جانش را با خدا معامله کرد. 100% جان علی در خطر بود. 1% هم احتمال زنده ماندن علی نبود. کفار قریش تصمیم گرفتن پیغمبر را ترور کنن، نقشه کشیدن، برنامه ریختن. از 14 طایفه 14 نفر با 14 تا شمشیر و همه شمشیرها رو فرود بیارن که فردا قاتل پیغمبرم مشخص نباشه، کسی قصاص نشه، اعدام نشه، خونبه ها باید داده شه.
برنامه ریختن، تصمیم گرفتن. 14 نفر شبانه وارد خانه پیغمبر شد، شمشیرها رفت بالا، میخواستن شمشیر رو فرود بیارن که پیغمبر را بکشن. امیرالمؤمنین یک چابکی به خرج داد، ملحفه را کنار زد. خدا به پیغمبر خبر داد امشب قصد دارن تو را ترور کنن، مدینه را ترک کن، از خانه فرار کن، علی باید در بسترت بخوابد. وقتی به علی پیشنهاد داد، بدون این که درنگ کنه، تأملی کنه، فکر کنه، با خاطر آرام، دل مطمئن در بستر پیغمبر خوابید. نگفت جانم در خطره، نگفت احتمال کشته شدنم هست. 99% جانش در خطر بود، 1% هم احتمال زنده ماندن علی نبود. ولی علی با خاطر آرام خوابید، با خدا معامله کرد. اینجا بایع علی است، مشتری خداست. مسمن چیه؟ جان علی. ثمن چیه؟ حضیرت القدس الهی. نه فقط بهشت، بهشت که چیزی نیست. شهدا این گونه‌اند، جانشان رو معامله میکنن با خدا. خریدار شهید خداست، قیمت شهید رضوان خداست، حضیرت القدس الهی است. ویژگی سومی که خدا به شهید داده در این آیه میفرماید فریحین بما آتاهم الله من فضله. اینا در روز قیامت خوشحالن، شادابن، تراوت دارن. ویژگی چهارم فرمود و یستبشرون. اینها روز قیامت بشارت میدن. به کی بشارت میدن؟ به بستگان خودشان. میدانید که شهید در قیامت مقام شفاعت داره. ما معتقد به شفاعت هستیم. ما شیعه ها میگیم روز قیامت ما شفیع داریم، پیغمبر از ما شفاعت میکنه، امیرالمؤمنین از شیعه شفاعت میکنه، حضرت زهرا صاحب شفاعت کبرای محشره، ائمه معصومین ما امام حسین از ما شفاعت میکنه. یکی از کسایی که فردای قیامت اذن شفاعت داره شهیده. در روایت داریم یک جای میفرماید شهید 7 نفر را شفاعت میکنه، جای میفرماید شهید 70 نفر را شفاعت میکنه، جای میفرماید بالاتر را شفاعت میکنه. شهید در روز قیامت بستگان خودش را بهشت میبرد، پدرش را، مادرش را، برادرانش را، خواهرانش را، بستگانش را. اگر به یک شهید گفته شود پدر شما زبانم لال در جهنم است، او از خدا میخواهد پدرش را ببخشد، شفاعت میکند. و یستبشرون. 4 ویژگی خدا به شهید داده است. ویژگی اول اینا حیات دارن، زنده ان، نمیمیرن. ویژگی دوم نزد خدا رزق میخورن، در حضیرت القدس الهی هستند. ویژگی سوم اینها شادابن، فریحین، فرحناکن، خوشحالن. ویژگی چهارم شهید بشارت میدهند روز قیامت، شفاعت میکنن بستگان خودشان را، دوستان خودشان را. خیلی مهم شهادت. در روایت داریم در بهشت یک ندایی در داده می شود. بالاخره در بهشت همه جور آدم هستند. میگن چه کسانی حاضر است دوباره به دنیا برگردد؟ آیا علما حاضرید دوباره به دنیا برگردید؟ اولیای خدا حاضرید؟ فقها حاضرید؟ تاجرها حاضرید؟ آدمای غریب و مظلومی که در دنیا مظلوم بودید بهشت آمدید، حاضرید یک بار دیگه بهشت برگردید به دنیا؟ هیچ کسی حاضر نمیشه. میگه دنیا چی کنیم؟ ما از دنیا آمدیم، تازه به بهشت رسیدیم، حالا دوباره به دنیای مصیبت کده برگردیم؟ هیچ کسی حاضر نمیشه برگرده دنیا. تنها طایفه‌ای که حاضر میشود و میگه ما حاضریم برگردیم دنیا شهدا هستند. برای چی برمیگردن؟ برای اینکه بیاین اینجا زندگی کنن؟ نه، میگن خدایا یک بار دیگه ما را برگردان دنیا، ما شهید بشیم، دوباره بیاییم قیامت و وارد بهشت بشیم، یک بار دیگه شهادت نصیب ما بشه. شهادت طعمش شیرینه. خوش به حال اونهایی که ذائقه شهادت را نوشیدن، خوش به حال اونهایی که شربت شهادت را نوشیدن.
شهادت فوز عظیم است، شهادت فیض عظیم است و مکتب ما هم مکتب شهادت است. و امروز استکبار جهانی بداند، ترامپ قلدر آدمکش جنایتکار بداند، نتانیاهوی بازمانده از نسل یهود دشمن قسم خورده اسلام و پیغمبر بداند که با رفتن خامنه‌ای و خامنه‌ای ها اسلام از حرکت نمی ماند، این مسیر متوقف نمی شود. ما صدها خامنه‌ای دیگر را خواهیم داشت و تقدیم جامعه اسلامی خواهیم کرد. ما زیر چتر امام زمان خود زندگی می کنیم. ما صاحب داریم و هیچ وقتی صاحب ما را تنها نخواهد گذاشت. با رفتن شهدای قهرمان ما مسیر ما متوقف نخواهد شد و این حرکت ادامه پیدا خواهد کرد و کور خوانده‌اند دشمنان اسلام اگر امروز شادی میکنند که دیگر نظام اسلامی ایران سقوط کرد. هیهات هیهات من الذله. صدها خامنه‌ای دیگر در همین کشور پرورش یافته است، صدها خامنه‌ای دیگر خواهند سر برکشید. مکتب اسلام مکتب شهادت، مکتب اسلام مذهب شیعه مذهب شهادت است. اما امروز شکایت خود را به امام زمان خود میبریم. یا حجت ابن الحسن، یا صاحب الزمان، تو که آقای ما هستی، تو که صاحب ما هستی، ما به شما اعتقاد داریم، ما به شما امید بسته ایم. شما منتقم خون مظلومان و محرومان عالمی. یا صاحب الزمان، امروز شیعه خیلی غریبه، امروز شیعه خیلی تنهایه، امروز شیعه خیلی بیکسه. همه کسایی که امروز خبر شهادت نائب بر حقت علی خامنه‌ای را شنیدن همه تکان خوردن. رهبر مقتدری از دست ما رفت، ستون مذهب ما، ستون دین ما از میان ما رفت. یا صاحب الزمان، شیعه از 4 طرف محاصره شدن، هم کفار، هم مشرکین، حتی متاسفانه کشورهای اسلامی دست حمایت و همکاری به رژیم اشغالگر صهیونیست داده است. حتی 4 طرف ایران با دشمن همکاری می کند. یا صاحب الزمان، خودت به فریاد ما برس، خودت به فریاد شیعه برس، خودت به فریاد مظلومان عالم برس. دیگه بیش از این شیعه تحمل نداره، بیش از این نمیتوانیم این همه مصیبت ببینیم. یا صاحب الزمان، خودت دیدی در همین کابل ما، در همین مردم ما چقدر کربلاها اتفاق افتاد. مکتب سید الشهدا را دیدی یا صاحب الزمان، مکتب عبدالرحیم شهید دیدی یا صاحب الزمان. این همه قربانی دادیم. در یک روز در یک مسجد 14 تا شهید در همین غرب کابل آوردن. 14 تا جوان ما یک روز در یک مسجد غسل داده شد. یا صاحب الزمان، میشناسیم خانه‌ای که 3 تا دخترش در کرسی کاج از دست داد. خواهر 4م روی قبر 3 تا خواهرش نشسته زار زار گریه میکرد. میگفت من دیگه بدون مدینه زندگی نمیتوانم، من دیگه بدون طاهره نمیتوانم، من بدون زکیه نمیتوانم زندگی کنم. این همه کربلاها را ما در افغانستان دیدیم. شیعه مظلوم است، شیعه امروز بیکس است. یا صاحب الزمان، نائب بر حق شما مثل دیشب زیر آوار بدنش قطعه شد، به یاد بدن پاره پاره جد غریبش حسین. یا صاحب الزمان، اون روزی که جد غریبت حسین فاطمه در میان گودال قتلگاه و خاک و خون کشیده شد،
اون روزی که ذوالجناح مولایم حسین را آرام آرام روی زمین گذاشت، کسی کنارش نبود، بی کس و تنها روی زمین گذاشت، اما در عالم واقع روی دامنش فاطمه زهرا گذاشت، روی دامن مادر قرار گرفت. مادرش زهرا صدا میزد: غریبی یا حسین، نور عینی یا حسین. کسی برای حسین باقی نمانده بود خبر شهادتش را به زینب بیاره. اونقدر حسین مظلوم بود، یک نفر نمانده بود که خبر شهادتش را به زینب بیاره. همین که صدای تکبیر حسین قطع شد، زمین کربلا به زلزله آمد، آسمان تاریک شد. زینب فهمید که دیگه برادر نداره، چشمش به سوی قتلگاه بود. ناگهان دید ذوالجناح با یال و کاکل پرخون زین واژگون برگشت: آی اهل حرم، دیگه صاحب ندارید، صاحب شما را زمین گذاشتم. عرض میکنم یا صاحب از زمان امروز شما صاحب ما هستید، ما چرا بی کس باشیم؟ صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. تمام دار و ندارم، حسین مظلوم